اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دایره سفر کاری در ولایت سوخت در دهه زرافشان دهات جامع ناحیه ظفرآباد بنای مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 3 به نام لایق شیرعلی را مورد استفاده قرار دادند. بنای لایحه‌ای و دیگر انشاءات مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 3 در مساحت 1.5 هکتار با مبلغ گذاری مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت فرمایش اداره ساختمان اساسی ولایت بنیاد گردیده، کارهای ساختمانی از جانب کارگران و متخصصان جمعیت‌های دارای مسئولیتشان محدود ساختمان ظفرآباد عالم افروز 2016 اعجاز هنر سیروس و منزل آزاد به انجام رسانیده شده است. در بنیاد انشاءات مذکور ساختمانچان 5 شرکت کارهای ساختمانی را با سفت بلند به انجام رسانیدند. برای بنیاد بنای مؤسسه اساساً از مصالح‌های وطنی استفاده برده شد. باعث خوشنودی ما ساختمانچان است که در زمان صاحب استقلالی کشور با تشبث پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در سراسر کشور بنای و انشاءات‌های زمانوی بنیاد گردیده ایستاده‌اند که در بنیاد آنها سهم ساختمانچیان نظررس می باشد. با پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که بنای مؤسسه از 2 آشیانه، 14 صنفخانه، 4 آزمایشگاه، آشخانه، تالار ورزشی و مجلسگاه با 250 جای نشست عبارت می باشد. همه کابینت های فنی و آزمایشگاه ها با لوازمات و تجهیزات زمانوی مجهز بوده برای در سطح بلند گذرانیدن درس و مشغولیت ها شرایط مساعد فراهم آورده شده است. بنای این مؤسسه تعلیمی در دایره سیاست معارف پرورانه سروری دولت محترم امامعلی رحمان با طرح معاصر و زمانوی بنیاد گردیده در آن در 2 بست 1000 نفر خواننده به تعلیم و تربیت فرا گرفته می شوند. در مؤسسه 30 نفر آموزگار به تعلیم و تربیت فرزندان مشغولند. برای ما آموزگاران و خوانندگان افتتاح این درگاه علم و معرفت باعث افتخار و سربلندی و خوشبختی است که با غمخواری و کوشش‌های پیشوای معظم ملت امروز صاحب باز هم یک مؤسسه تعلیمی معاصر و به همه طلبات زمان جوابگو گردیدیم. ما کل آموزگاران، خوانندگان و والدین منتداری خویش را به اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانیم. جواباً به همه غمخواری های دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان برای بهتر گردیدن تعلیم و تدریس ما آموزگاران تمام سعی و کوشش خود را به آن روانه می نماییم که با کار و فعالیت موفق، رفتار نمونوی و دانش بلند سهم ارزنده خویش را در رشد و نموی وطن عزیزمان گذاشته باشیم. در بنای نوی مؤسسه کابینت های فنی بهر در سطح معیاری گذرانیدن درس ها آماده کرده شدند. از جمله کابینت فنی دفاع حربی طبق آیین‌نامه با تجهیزات و عیانیت ها مجهز بوده برای در سطح لازمه گذرانیدن مشغولیت ها و بلند برداشتن حس وطن دوستی خوانندگان مساعدت میکند. با مقصد جلب بیشتر جوانان و نورسان به ورزش و تربیت جسمانی در مؤسسه نو تالار زمانوی ورزشی بنیاد شده است. خوانندگان با استفاده از این شرایط‌های معاصر به نمودهای گوناگون ورزش از جمله والیبال و بسکتبال، تنیس روی میز و غیره مشغول می‌شوند. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان با صنفخانه و کابینت‌های فنی و همه شرایط‌های فراهم آورده شده شناس شده با آموزگاران و خوانندگان مؤسسه صحبت آزاد و صمیمی نمودند. سروری دولت هدایت نمودند که از شرایط مساعد فراهم آورده ثمرناک استفاده برده دانش خوب آموزند و آینده برای پیشرفت جامعه خدمت شایسته کنند تا نامبردار وطن باشند. بنای مؤسسه پورا مطابق به طلبات و استانداردهای ساحه معارف بنیاد گردیده دارای همه انشاءات‌های یاری رسان از قبیل زیر ایستگاه مستقل برقی، انبارها و نقطه‌های سانیتری و گیگینی می باشد. بنا پورا توسط مرکز مستقل گرمیدهی خودی با گرمی تامین کرده می شود. در صحن مؤسسه یک میدانچه زمانوی ورزشی برای جلب خوانندگان و ساکنان دهه به فوتبال با طرح زمانوی بنیاد گردیده است. امروز باعث خرسندی است که در مکتب رقم 3 ناحیه ظفرآباد با اشتراک پیشوای معظم جناب عالی پرزیدنت کشور امامعلی رحمان یک میدانچه ورزشی بر هوا گشوده شد.
و ما در این میدانچه ورزشی با برابری ورزشکاران حرکت میکنیم که مردم ساکن همین جماعت شهرگون مردم نوحه را با ورزش مشغول نماییم. در گرد و اطراف مؤسسه درختان میوه دهنده و آرایشی و گلهای رنگارنگ شنانیده شده است که به نمای بنا حسن خاصه ضم میکند. مورد ذکر است که در ناحیه ظفرآباد 22 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی، یک گیمنازیا و 2 مؤسسه تحصیلات میانه کسبی موجود است که در آنها بیش از 17,000 نفر تعلیم و تربیت میگیرند. تنها در زمان صاحب استقلالی کشور در این ناحیه با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان 8 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی و یک کودکستان خصوصی ساخته به استفاده داده شده است که این از توجه بی‌واسطه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان نسبت ساحه معارف شهادت می‌دهد. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در سیاست خردمندانه خود ساحه معارف را همچون ساحه کلیدی و افضلیتناک ارزیابی نمودند. سپاسگزار از اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت هستیم که در دوران صاحب استقلالی در ناحیه ظفرآباد 8 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی، یک مکتب کودکستان خصوصی ساخته به استفاده داده شده است که مشکلات جای نشست را خیلی آسان نموده است. باید تذکر داد که خوانندگان و آموزگاران مؤسسه تحصیلات میانی ناحیه ظفرآباد در آزمون‌هایی که با امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امروز راه اندازی گردیده است اشتراک نموده جایهای نمایان را اشغال نمودند.